همین الان از سفر برگشتم با اینکه خیلی بهم خوش گذشت، اما واقعا خوشحالم که الان خونم. ما وقتی با موقعیت‌های جدید روبرو میشیم معمولا خودمون رو عقب میکشیم. ترس از اینکه خوب نباشیم، اینکه نمیدونیم تهش چی میشه، میتونه باعث شه ما خیلی چیزا رو از دست بدیم. وقتی ازم خواستن به این سفر برم، اولش میخواستم بگم نه. اما وقتی یه فرصتی پیش میاد، چجوری میشه فهمید چقدر تاثیرگذار بوده اگه بهش یه شانس ندیم؟ یه زمانی من خیلی زندگی بسته‌ای داشتم. نه جایی میرفتم، نه با آدم جدیدی آشنا میشدم و نه دوست داشتم که کار جدید و خارج از روتینی بکنم. و خب این خیلی آسونه که آدم توی اون دنیایی که برای خودش میسازه راحت و خوشحال باشه. ولی خب خیلی هم مهمه که دیگه زیادی توش غرق نشه. و این اتفاقی بود که برای من افتاد. یه تایم خیلی زیادی رو همش دوست داشتم که توی اتاقم باشم، با خودم و کتابام و فیلمام و نقاشی کردن و کاری که دوست دارم وقت بگذرونم و هیچی این نظم منو به هم نزنه. الانم نمیگم که دیگه قراره به همه چی آره بگم و همه کارا رو امتحان کنم، نه. فقط میخوام یه فشار کم و سالمی به خودم بیارم که یه خورده با دنیای بیرون آشتی کنم. میتونه ترسناک باشه، اینکه پاتو بذاری توی دنیایی که نمیدونی چجوری میخواد ازت استقبال کنه. ولی خب هیچ وقت هم قرار نیست بفهمی اگه اون اولین قدم رو بر نداری و نبینی که بهت میگه قدم بعدی کجاست. اینکه کارهای مختلف رو امتحان کنی باعث میشه آدم سازگارتری بشی. باعث میشه چیزا رو جور جدیدی ببینی. چیزای مختلف یاد بگیری. و شاید چیزایی رو پیدا کنی که قبل از اون حتی دنبالشون هم نبودی. اینکه ما بخوایم یه کاری رو انجام بدیم یا نه، هر دوشیش ایرادی نداره. صرفا به این بستگی داره که الان کجای زندگیمونیم و اولویتمون چیان. ولی خب خیلی کارامون بیرون هست که شاید ما خیلی دوستشون داشته باشیم. شاید اصلا قرار باشه که یه بخش مهمی از زندگیمون بشن، ولی ما چون هنوز انجامشون ندادیم اینو اصلا نمیدونیم. و برعکس یه وقتایی هم هست که ما ایده انجام دادن یه کاری رو دوست داریم و اگه سمتش بریم میبینیم که اونقدی هم که فکر می‌کردیم برامون جالب نبوده. واسه همین دوست دارم که اینجا با هم دیگه کارهای مختلف رو امتحان کنیم و تجربه‌های جدید بسازیم. امروز میخوایم بریم صخره‌نوردی. من تقریبا 1 ساله که میخوام این کار بکنم و 3-4 باری هم پیگیر شدم، رفتم یه سری سالونا رو پیدا کردم، دیدم و چون که خیلی سیف یا تمیز به نظر نمیومدن اصلا دیگه نرفتم. منتها جایی که امروز دارم میرم اصلا سالن نیست و صخره واقعیه، واسه همین یک کوچولو استرسی شدم الان. و خب قبلا هم این کار رو انجام ندادم، میدونم که دستام ضعیفه و شاید نتونم وزن خودم نگه دارم، ولی دوست دارم که امتحانش کنم. دیگه بریم ببینیم که چی میشه. دیدی که صبح نیومد و هوای خون شب شد، دیدی که آسمون شب رو بی ستاره سر شد، دیدی ستاره ها رو، دیدی بهار ما رو، دیدی که وقت ما رفت و تنها گذاشته ما رو. درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً قهرمانی در کار نیست. درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً قهرمانی در کار نیست. ببین شکوفا رو سرما پکوند و در رفت، ببین پرنده ها رو حوصلشون چه سر رفت، ببین خیابونا رو خالی خونه ها رو، ببین که غم باز اومد و گرفته گونه ها رو. درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً قهرمانی در کار نیست.
آسمانی پیدا نیست. احتمالاً قهرمانی در کار نیست. از اون چیزی که فکر می‌کردم خیلی باحال‌تر بود و خیلی هم آسون‌تر بود. اولش یه کوچولو سخت بود چون یکم میترسیدم که مثلا بخوام همه وزنم رو روی یک دستم بندازم یا باید پاهامو یه جاهایی میذاشتم که به نظر من اصلا جای پا نبودن، ولی یکی دو قدم که رفتم بالا دیدم که نه میشه و خیلی اوکیه. البته خب جایی هم که ما رفتیم صخره به نسبت آسونی بود و برای مبتدیا بود و کلا هم 6-7 متر رفتیم بالا و به نظرم تنها بدیش این بود که خیلی زود تموم شد. در کل خیلی تجربه باحالی بود و یه کار واقعا جدید بود بعد مدت‌ها. خیلی دوستش داشتم و حتما دوباره انجامش میدم.